و مقامات توجیکستان 48 زندانی افغان را که اساساً با جرم قاچاق مواد مخدر سالها باز در محبس‌های کشور نگهداری می‌شدند برای ادامه ادای حکم به افغانستان فرستادند. مراسم سپردن زندانیان افغان امروز در منطقه 5 پایان و در مرز توجیکستان و افغانستان صورت گرفت. کابل در عوض چند شهروند توجیکستان را که به جرم تروریسم و افراطگرایی زندانی بودند به دوشنبه انتقال داده است. باید گفت که پیش از این در ماه ایول 80 محبوس افغان به واسطه گذرگاه 5 پایان به دست مقامات افغانستان سپرده شدند. سال 2016 دیپلمات‌های افغانستان گفتند در مدت نیم سال 2 محبوس افغان در زندان‌های توجیکستان ففتیدند. انتقال زندانیان توجیک و افغان به وطنشان بر اساس یک سازشنامه توجیکستان و افغانستان از سال 2010 صورت می‌گیرد.